اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. رویایی برای ایران از جشن 1500 ساله تا اتحاد در مونیخ با پادشاهی رضا شاه دوم. به نام ایران. درود به هموطنان میهن پرستم. هموطنان عزیزم، محمد رضا شاه آبادی که بر تاریخ پر افتخار و تلاش همین مردم دلش میخواست کشور ما را از جایگاه یک کشور جهان سومی به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل کند. او این آرزو را در جشن بزرگ 1500 ساله شاهنشاهی نشان داد و به جهان اعلام کرد که ایران شایسته احترام و پیشرفت است. حال سالها بعد پسر همان رویا و امید رضا شاه دوم در نشست مونیخ همه تفکرات و دلهای دلسوز ایران را گرد هم آورد تا راهی پیدا کند و ایران را نجات دهد و شکوفا کند. هر کسی یا گروهی که با این جریان ملی مخالف باشد دشمن مردم و سرزمین ایران عزیزمان است. ما همه کنار هم برای ساختن آینده روشن و آزاد ایستاده ایم. تمدن دیرینه ما هنوز زنده است تو قلب جوانان و میهن پرستان امروز ایران. نشست مونیخ جایی است که گذشتمون به کمک آیندهمون میآید، جایی که میتوانیم با هم کشوری آزاد، مستقل و مدرن سازیم که هم به اصالت‌هایش وفادار و هم با دنیا هماهنگ باشد. ایران امروز دست ماست، همانطوری که شاه سابق خواست به همه نشون بده کشورمون چقدر بزرگ و پیشرفته است. حال نوبت ماست که به دنیا ثابت کنیم با همدلی و همبستگی به پادشاهی رضا شاه دوم میتوانیم آینده روشن و پرامید بسازیم. پاینده ایران، جاوید شاه. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا